یتیموف اگر مردک باشی بیا روان که یگان گفتی گپا نبیرت یگان دختری از شوش برآمدگی مرحمت رویش که بیاید یک نکاح میکنیم انشاءالله. نکاح غیر موقتی، نکاح مردک بوره. یک چیزی دیگر را میخوام با همین مقامات گوشزد کنم. اگر ولی من از نگاه شرعی میگم، باز یگان چیزی بد فکر نکنید. من یعنی جای امکانی ازدواجم وجود دارد. اگر آزاده یعنی دگان دخترش خواسته باشه برای من بتیه روانش کنه مرحمت با نکاح اسلامی، یتیموف اگر یگان نبیره داشته باشه. خیر رمضان رحیمزاده دختراش بزیبن، من نمیخواهم یعنی ازدواج کردن با دخترای او را. و خوب دیگر مرحمت بفرستند بیایند نکاح میکنیم انشاءالله. رسما قانونی هیچ مشکلی ندارد از نگاه شرعی البته. و پس از اون با همون دختر و نبیرش بپرسد که چگونه است. انشاءالله یک نسل خوبی هم از اونها میبروید. اگر خواسته باشند که یعنی پس از اونها در حق اونها دعا کنند و نبیره و فرزنداشون، انشاءالله که من آمودم. و پس از اون میتونن که از همون دختر نبیره بپرسند که چگونه هست و انشاءالله که حتما پاسخ میگه. والله قسم آنچه که اون گفت همون باور بکنن پس از همون دختر و نبیره خودشون. ولی بار دیگر میگم با نکاح شرعی من این چیزا البته یعنی که راضی هستند در این مسئله. مرحمت بیایند یعنی آماده هستم که براشون یعنی چی کنم. یتیموف اگر مردک باشی بیا روان که یگان گفتی گپا نبیرت یگان دختری از شوش برآمدگی مرحمت رویش که بیاید یک نکاح میکنیم انشاءالله. نکاح غیر موقتی، نکاح مردک بوره، نکاح شرعی. و پس از اون اعلان میکنه همون دختر تای نبیرت که من چگونه هستم انشاءالله. ولی اگر با فکرم کافیتون باشه بس است دیگه. من یعنی از این بیشتر برای شما چیزی دیگری گفتن نمیتونم، چون که این همین قدر برای شما باید که کافی باشد انشاءالله. و من همه وقت آماده هستم برای این مسئله. یعنی هیچ مشکلی در این وجود ندارد. کاملا مصارف دخترش خوبه که انشاءالله که امو نبیرش و دخترش روان کردنش رخش پیدا میکنیم که چگونه برسد. هر کدومت باشید مرحمت یعنی یک نسل خوب انشاءالله میگیره هم و به منفعت خود شما هم هست که انشاءالله در قبر یک فرزندای صالح میشوند که برای شما دعا میکنند اگر لایق دعا باشید.